Murdo jon. Ama karz bana kaybeti. Karza değil. Karza adıma çıkıyor musun? Raflar kışlara mı gir? Kışlara? Aylar. Salom dadash. و علیکم السلام چه ماهیشه بیچارده ای من شما نقص ها رحمت سلامتی ها کرو چه خیلی کرو کرو منه همه ای حجت های لازمی چه کرده اساسش میدونه چی جونکم این حولی نو به نام خدا کرد وای ممنونم داداش خیلی من از شما میندار خیلی من خورسند چی گفت خورسند با زادروز نه داداش مهمون آمدگی بود خواهرم اومدن خواهر چون هر وقته خواهرکان رو اپا و بر اپا خواهر عزیز است وای بعد از خواهرم دو سه مرد شما رو پرسیدم نمیدونم قرضدار گفتن شما از چی؟ قرضدار گفتن شما از ویو سرانکی ساده او آدمی قرضدار دو سه حولی دو سه خانه سه چهار ماشین میگیرد و قرضای منه باور نکن آمد گون نمیدونم و قرضای همون خدا رحمتی پدرم 10 سال 8 سال 15 سال پیش من نمیدونم برای چی گرفتگی در این باره گپ نزن خیلی سلیمان جان سلیمان جان باز من شما باید چوی دم پدر در کار است چوی در کار نیست سلیمان در کار نیست برای من فقط بدون چی لازم چیکار کنم داداش بعد قدر دووده و استراحت یک هفته شد تو مرا همجا آوردگی فهمیدی آواز سلیمان جان نبراید تا سحر استراحت میکنم مانده شدم تا سحر فهمیدم شب بخیر شب بخیر تو کیستی؟ پدرت کی؟ پدرم پدری من مردن شد 7-8 سال شد 7-8 سال شد که من پرسیده شدم قرض دارم قرض کی میتهی؟ قرض چی؟ قرض خانه قرض ماشین قرض تو کدوم چه خونه؟ گفته که من خانه داشله گرفته تید جروهای من همش داشله خانه دارن من تو با داشله قرض و قوالا کردم خشو تبارا عظمه خاله تقا قرض ماشین جروهای من ماشین قیمت بها دارن 75,000 به من تو با ماشین گرفته دادم قرض و قوالا کردم میتیم حالا هم قرضش ندادم میتیم من میتیم گفتی پدر جان من کدام قرض توی چی؟ 15,000 دلار به من توی کردم جروهای من همه شد 3 روزی 4 روزی توی دادم گفته من همه که تنظیم نشده است تو فهمیدم کی میکردی قرض من میکنم قرضای کن در زندگیت خدمت کردی الان قرضای کن خوب شده است که من آرام خواب روم خوب شده است میکنم نترس منم داداش دادا جونش چی شد شما داداش نترس کنید من داداش چی شد من هیچی نشده نه سوی نکرد پدرم اومده بود آروم شوید پدر شما باز مردن شما باز 8 سال شد میدونم 7-8 سال شد میدونم و برای چی اومد؟ میدونی چی گفت؟ گفت که برای قرض اومدم قرض حولی قرضی ماشین قرضی توی من و تو آرام شو داداش گوش کن منو یکم اینکه در پدر شما 8 سال پیش وفات کردگی دوم اینکه منو گوش کنید در قیامت پدر پسر رو نمیشناسد مادر دخترش رو هیچ کس رو نمیشناسد راست؟ دیگه آرام شوید داداش خوب کنید به تشویش هیچ کس رو نمیشناسد گفتم کو آرام شوید توبه کردم مردک نادان نه هوای خونه رو به نام خود کردنی من نمیگذارم چی گفتی زنک؟ هیچ چیز آرام خوب کن مایداش در حقیقت در اون دنیا یگان کس نمیشناسد من یگان قرض پرز نمیتیم آرام خواه میروم بهتره پدر
توبه کردم پدر جو قرض رو میکنم